السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و برادران، الله از شما راضی باشد و شما را حفظ کند تا که از علم شما بهره گیریم. سلامت دل باش. میکشد که نزد شما راستی دل میکشد که نزد شما اجرا کنیم دوستان. سلامت باشی. خب من یک چند سوال دارم. سوال‌های حاضر مهم برای خودم. یکم سوالم مربوط به معامله با والدین راستی که با پدر و بابایم یک قدر معامله هم تند است. پارسال وقتی که من برگشتم، من الان در روسیه هستم. پارسال وقتی که برگشتم بعضی مسائل دینی من دیگر عقیده هستم، پدرم در دیگر عقیده است. برای همین مثال هنگامی دعا کردن دست برداشتن، پدرم میگوید که تو دعا نمیکنی دست نمیبرداری، برای همین دعا نمیکنی میگوید. و هنگامی بعد از تمام رو یعنی که به اتمام رساندن دعا میکنند در طرفای ما. دعا میکنند، دست میبردارند و دعا میکنند. همین مسئله ها یعنی که جایز است بدعت است، خیلی حکم دارد. همین رو سوال کردن هستم. مسئله دعا، در مسئله دعا دست برداشتن سنت است. دعا وقتی که دعا میکنید دست بردارید به قبول شدن نزدیک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ترغیب کردن، گفتن که الله تعالی حیی است، کریم است، شرم میدارد وقتی که بنده دو دستش میبردارد برای خالی گردانیدن. دست کسی که میبردارد در وقت دعا، دعاش قبول شدنش نزدیکتر است. بله، در آن جاهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دست نبرداشتند، در اونجاها دست نبرداشتن بهتر است. لیکن در حالتهای عموم میخواهید دعا کنید، بردارید، هیچ گپی ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی اگر بنده دو دستش بردارد بلای خالی برگرداندن شرم میدارد. یعنی یکی از آدابهای دعا و شرطهای تیزتر قبول شدن دعا برداشتن دو دست، این هیچ گپی ندارد. اما بعدی طعام خوردن، بله اونم او ذکر است. الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه. در صحیح مسلم است کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر طعام خورد همین دعا را گوید الله تعالی از او راضی میشد. هم به الله که برای ما طعام داد بدون مهنت، بدون مشقت. شکرانه نعمت است. اینجا طلب نیست از الله تعالی، چیزی طلب نکردید، در اینجا به نعمتی دادگی شکر کردید. اینم سببی مزید نعمت است. و این شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کردید الله وعده میدهد که زیاد میکنه. شما وقتی که طعام خوردید الحمدلله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوه گفتید، وعده الله است که الله تعالی نعمتهای خود را به شما زیاد میکند، چون که شما شکرش به جا آوردید. و بهترین راه شکرگزاری چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شکرگزاری کرد، یعنی همین دعا را گفتن. و این دعا را وقتی که میگویید حاجتی به دست برداشتن، چون که چی طلب نکردید در اینجا. بعضی دعاها را هم هست، مثلا رحمت برکه یابید میگد مردم ما، یعنی که دست نمیبردارد، همین خی میگد. یعنی دعا شرط نه که همه وقت دست بردارید. بعد دعا ذکر هست و مردم از سبب ندانستن این ذکرها بعد تمام دست برداشته دعا میکنن، گویا که از دین باشد. نماز نمیخوانند لیکن بعد طعام خوردن یعنی که بی آمین نمیخیزن. بله دعا کردن اصلی شرعی دارد، نه با این طریقه نیست، لیکن اون ذکر مشروع است در این وقت. در این مسئله ها یعنی که خلاف سخت نبرایید. الله تعالی درباره پدری کافر، پدری مشرک، نه فقط مشرکی عادی، مشرکی که به شرک پدر فرزندش مجبور میکند، درباره همین برای ما سخن کرد. گفت که و این جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا. اگر پدر و مادر تو رو مجبور کند که به الله شریک بیاری، اطاعت نکن. گفته که نکنو و صاحبهما فی الدنیا معروف، لیکن در دنیا معامله نیک الله تعالی و قولوا للناس حسنا گفته است، به تمام مردم سخنی نیکو گویید گفته است. و به تمام مردم، یعنی خواه مسلمان هستند خواه غیر مسلمان هستند، مسلمان وظیفه دار است که سخنی نیکو گوید. اما به پدر و مادر به طریق اولا و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید. یعنی شما با راه درست، با اخلاق نیک،
به آنها فهمانیدن. در بعضی مسئله ها خودتان غلط هستید. بله، سلامت باشید.